دسته منتخب کشور اوید با جودو با چمپیونات جهان که از 25 آگوست تا 1 سپتامبر سال روان در شهر توکیو کشور ژاپن برگزار می‌گردد آمادگی می‌بیند. هیئت منتخب آخرین مرحله تمرین‌های خویش را در شهر دوشنبه به انجام رسانید. همکاران ما در یک روز تمرین‌های دسته جمعانه منتخب جودو اشتراک داشته چون این تأثیرات برداشتند. مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی در شهر دوشنبه مکان تمرین هیئت منتخب کشور اوید با جودو می باشد. جودوکاران سرشناسی توجیک با مقصد اشتراک و نایل گشتن به نتیجه های نظررس در چمپیونات جهان که کشور ژاپن میزبان این مسابقه جهانی است، تمرین های دسته جمعی خویش را برگزار کرده ایستادند. دسته منتخب جودوچیان آمادگی خود را در چند مرحله ما آمادگی را گذراندیم. ما از 12 سفر داریم به دولت ژاپن تا 23 در آنجا در مشق‌های دسته جمعی اشتراک میکنیم و بعدا از 25 چمپیونات جهان شروع میگردد. سرمربی دسته منتخب کشور اوید با جودو محمد مراد عبدالرحمنوف با شاگردانش از تمام نازکی‌ها و پهلوهای امیدبخشی رشته گشتین تمرین نشان داده و برای نتایج نشان داده گشتینگیران سعی و تلاش می‌ورزد تا پهلوانان توجیک در عرصه جهان با موفقیت‌های نظررس نایل بگردند. هدف از تشکیل چنین شرایط‌های مساعد این پیش از همه دریافت امتیازی ضروری برای به دست آوردن راحتی بازی‌های المپیک جودوکاران کشور ارزیابی کرده می‌شود. بهروز خواجه‌زاده ورزشکار موفق کشور که در چمپیونات مذکور اشتراک خواهد کرد با باوری تام ابراز داشت که تلاش می‌ورزد تا زینه‌های افتخاری را کسب کند و پرچم دولت خود را در عرصه جهانی بلند بردارد. آمادگی ما برای چمپیونات جهان امروزها در دو بحث رفته ایستاده است، هم سحر و هم بگاه. ما کوشش می‌نماییم که در این چمپیونات جهانی که در دولت ژاپن شهر توکیو برگزار می‌گردد کوشش می‌نماییم که شأن و شرف دولت عزیزمان را در این مسابقات جهانی حمایت نماییم. با اطلاع سرمربی منتخب جودو محمد مراد عبدالرحمنوف کشور ما را در این مسابقه جهانی 8 ورزشکار خیام‌الدین جباروف در وزن 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکوف هر دو در وزن 73 کیلو، اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو، کامرانشاه استوپیریون در وزن 90 کیلو، سید جلال سیدوف در وزن تا 100 کیلو، میر محمدوف، شکر محمد و تیمور رحیموف در وزن جمعی 100 کیلو شرکت خواهند کرد. تلویزیون ورزش به طور مستقیم جریان رقابت‌های ورزشکاران توجیک و دیگر واخوری‌های جالب‌ترین این مسابقه را منظور دوستان جودو خواهد کرد.